اولین گزینه استفاده از ضد آفتابه، چون ضد آفتاب مثل یک سپر میتونه از پوست شما در برابر اشعه نور خورشید محافظت کنه. دومین گزینه مصرف آب و مایعات میزان کافی است. مصرف حداقل 8 لیوان آب در طول روز علاوه بر هیدراته کردن پوستتون کمک به شادابی و تراوت پوست هم میکنه. سومین مورد عدم مصرف سیگار، قلیون و مشروبات الکلیه. با عدم مصرف این موارد میتونید روند پیری پوستتو کنتر کنید. چهارمین مورد دوری از آلودگی هوا است. آلاینده‌های موجود در هوا با تولید رادیکال‌های آزاد میتونن به پوست آسیب برسونن. پس لازمه پوستتون رو در برابر این عوامل مراقبت کنید. پنجمین مورد داشتن خواب کافیه. نداشتن خواب کافی باعث ایجاد تیرگی و پف زیر چشم میشه. مورد ششم تغذیه مناسبه. مصرف میوه و سبزیجات با آنتی اکسیدان هایی که داره میتونه در سلامت پوست موثر باشه. مورد هفتم پاک کردن مواد آرایشی است. مواد آرایشی با بستن منافذ باز پوست میتونن باعث ایجاد جوش و آکنه بشه. مورد هشتم محافظت از سد دفاعی پوسته. استفاده زیاد از لایه‌برداران میتونه پوستتو خشک و تحریک‌پذیر کنه. و مهمترین مورد اینه که حتما پیج ما رو فالو داشته باشی، چون کلی محتوای آموزشی در مورد مراقبت‌های پوستی و خدمات زیبایی داریم و قراره هر روز رازهای زیبایی پوست رو باهات در میون بذاریم.